الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعد. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز. امیدوارم که الله جل جلاله روزها و عبادات همه ما را قبول کنه و ما رو در بهشت برین داخل کنه. در حدیث ما داریم که وقتی انسان رو در قبر میذارن، فرشته که میاد از بالای سر راهش بسته است، از راست راهش بسته است، از چپ راهش بسته است، از زیر پا که میاد راهش بسته است. فرشته که میاد سوال جواب کنه، بالا نماز راهش میبنده، میگه از این ور نمیتونه بیایی. طرف راست روزه، طرف چپ صدقه و زکاتش و طرف پایین اعمال خیرش. آخری رو میشونه، میگه بگو ببینم. ازش از اسلام سوال میکنه، دیگه داستانش معروفه و این که میگه جواب درست میده. وقتی میشینه تازه نزدیک غروب میشه. تو حدیث است که نزدیک غروب میشه، یعنی به تو اینجوری برش معلوم میشه که غروب، تو قبر ها تاریکه ولی برش اینجوری معلوم میشه. و میگه اول بذاری من نماز بخونم. جالبه، میگه نماز بعد میخونی، حالا سوال ما رو جواب بده. میگه شما سوال، میگه پروردگار تو کیه؟ بازو میگه من نماز میخوام بخونم. میگه تو باز میخونی، جواب سوال ما رو بده. میگه که شما چی اینقدر میپرسید؟ پروردگار من الله است و دین من اسلامه و حضرت محمد پیغمبر منه. عرضم به حضورتون که بهش میگن که راست گفتی، بخواب و دری از بهشت براش باز میشه و خوشحال میشه، جای خود در بهشت میبینه. باز دری از جهنم هم براش باز میکنن، فقط نشونش میدن، میگن که ببین اگر که ایمان نمیداشتی در اینجا میرفتی. بیشتر خوشحال میشه که خوب شد که اونجا نمیرم. و نسیمی از بهشت میاد و برعکس مال جهنمی ها که خدا به من شما رحم کنه هرگز جز اونا نشیم، برعکسه. دری از جهنم باز میشه و آتش سوزان جهنم رو میبینن و به در بهشت هم براشون باز میکنه، میگه اگه ایمان آورده بودی در اینجا میرفتی. پس یکی از چیزهایی که انسان رو سپر پیامبر فرمود هست روزه است. روزه حالا خود روزه است؟ نه، روزه ماه کاره، ماه خودسازی است که انسان، خدا به روزه ما احتیاجی نداره. ما داریم تربیت میشیم به هدفی که دین ما داره. هدف دین ما چیه؟ من که در این 5-6 سالی که بیشتر روی مسائل دینی کار میکنم به این نتیجه رسیدم که دین یک هدف داره، اون خدمت به دیگرانه یا آزار نرسوندن به دیگرانه. و تو روزه هم حق نداری با کسی دعوا کنی. برنامه‌های قبل براتون گفتم. حالا چطور ما خودمون رو بهتر کنیم؟ توی ماه رمضان موضوع برنامه امروز ما اینه. میگه آقا ما کوشش میکنیم، نمیشه. میخوایم بهتر بشیم، میخوایم بهشت بریم، میخوایم از عذاب قبر نجات پیدا کنیم، اما نمیشه دیگه. ببینید اینجا چند نکته است. یک نکته این است که اگر نشم شما اجر میگیری، نیت کردی. با نیت انسان یک اجر میگیره ولو که انجام نده. اگه شکست بخوری که انجام دادی، شکست خوردی، 10 اجر میگیری. شکست دیگه شکست خوردی، دوباره شروع کن، توبه کن، دوباره شروع کن. دیگه راه دیگه این است که از خود خدا بخواد بهت کمک کنه. ماه رمضان برای همینه. و خدای من نمیتونم دیگه، مثلا معتاد هستی، خدای من میخوام نمیتونم، خودت کمک کن. باور کن که کمک میکنه. که از خودش خالصانه بخوای کمک میکنه. ولی باز اگه نشد استغفار کن، دوباره شروع کن، کم کم جلو برو. یه چیزی یاد باشه، پیامبر صحیحین است که پیامبر فرمود یا ایها الناس، ای مردم، اونقدر عمل کنید که میتونید. اونقدر عمل کنید که میتونید، نه که خسته بشید. تا شما خسته نشید خدا هم خسته نمیشه. یعنی شما عمل کم انجام میدید، الله ازتون قبول میکنه، ولی خسته شدید الله هم شما رو ول میکنه. پس انسان عملی رو بکنه که مداوم باشه. بهترین عمل اون است که مداوم باشه. لذا یک راه خودسازی همینه تو ماه رمضان. اول ماه رمضان میشه طرف میگه که من نمیدونم این اینقدر روزه میگیرم، اینقدر نماز میخونم و اینقدر قرآن میخونم، اما میبینی که روز دوم صفای مثلا تراویح کم میشه، روز سوم کمتر میشه. مثال چرا که نمیتونن بعضیا؟ اونم که میتونه فقط میگه که رمضان تموم بشه. بعضی اینجوری هم نه، به اندازه قدرت خود انسان کار کنه و
این بهترینه. ببینید پیغمبر ما اسلام رو تشبیه کرده به یک خونه که روی 5 چیز گذاشته شده، روی 5 چیز. روی لا اله الا الله محمد رسول الله، نماز، روزه، زکات و حج. یکی از این ستون‌ها روزه است. پس خیلی مهمه. پس میتونیم ما، یعنی مهم هست که به اصطلاح 5 ستون روش قرار گرفته. یکی از اون ستون 5 گانه است. پس از این استفاده کنیم. خداوند فرصت استفاده گذاشته. ولی سخت نگیر. یک باری در سفر ابی عثمان تعریف میکنه که ما در سفر بودیم. میخوام بگم سخت نگیریم، یعنی چیزی که خدا به ما داده اگه ما سخت بگیریم نمیتونیم، چون پیامبر فرموده است که دین آسان است. هر کی که سخت گرفت به سخت گرفته میشه. دین آسانه. سخت نگیر، سخت گیریم. یعنی بگی چی میگی سخت نگیر یعنی ما روزه نگیریم؟ نه، روزه بگیر. منتها اول از اگر نمیتونی همون حداقل رو بگیر. حالا لازم نیست که مثلا بگی آقا من روز اینقدر باید نماز بخونم، روز اینقدر باید تلاوت کنم، باید این کارو بکنم، باید این ساعت بلند شم، این ساعت بخوابم. نه، حداقل شروع کن، 1 درجه جلو برو. یه روزی همین میخوام بگم یعنی صحابه چجوری تربیت شده بودن. یه روزی که ابی عثمان می تعریف میکنه که ما داشتیم غذا میخوردیم، در سفر بودیم، حضرت ابوهریره رو نماز میخوند دور. میگه یکی رو فرستادیم بهش بگو بیاد وقت غذاست، ما غذا میخوریم. ابوهریره میخواد به اینا دین یاد بده. رفتن پیشش گفتن که بفرما شاه نهار آماده است یا نش نهار آماده است. بله. گفت من روزم، نماز میخوند. باز دیگه 2 رکعت دیگه نماز خونده. وقتی میگه به غذا رسید که غذا داره تمام میشه، شروع کرد با اینا به خوردن. اینا به فرستاده فرستاده بودن که ازش بپرسه. نه، وقتی که غذا رو شروع کرد به خوردن، اونا به فرستاده نگاه کردن که چرا تو دروغ گفتی؟ اون گفت چرا اینجوری من نگاه میکنید؟ من که دروغ نگفتم. خودش به من گفت که من روزم. حضرت ابوهریره خندید گفت بله من بهش گفتم، دروغم نگفتم، اونم دروغ نگفته. من میگه ماهی 3 روز روزه میگیرم. پیامبر فرموده است که کسی ماهی 3 روز روزه بگیره این روزه دهره، مثل که همه عمر روزه گرفت. پس من روزه هستم. داره غذا میخوره اما خود روزه دار فکر میکنه. چرا؟ یقین داره به پیامبر. ببینید حضرت عمرو بن عاص، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، پسر حضرت ابن عاص، اومد پیش پیامبر گفت تو 1 روز هم بگیری بقیه‌اش خدا در ماه، بقیه‌اش خدا ثواب برات مینویسه. و پیامبر خبر دادن که فلانی همش روزه میگیره، نه هیچ افطار نمیکنه، یعنی غیر ماه رمضان. گفت نه روزه گرفته نه افطار کرده، خسر دنیا و آخره، یعنی منظورش بود هیچ فایده نداره. بلکه در حدیث دیگه هست که پیامبر عصبانی شدن. بابا یکی روزه گرفته، پیغمبر عصبانی شده، میگه همیشه روزه میگیره. گفتی که این جهنم بهش تنگ میشه، یعنی آتش جهنم این رو در فشار قرار میده. فکر کنید بابا روزه گرفته. پس ببینید به اندازه ای که طاقت هست این توجه داشته باشید. این خیلی مهمه ها که شما وقتی که عبادت میکنید با نشاط باشید. متوجه هستید؟ عبادت میکنید با نشاط باشید. لذا بگی آقا من میخوام بیشتر کار کنم دیگه. من یک بار یادم میاد در 1 سال اعتکاف بودیم، یک آدمی همیشه چی بود که آقا این کارم دیر شد، اون کتب اعتکاف بابا هیچ کاری ما نداریم. میگه اینقدر جز قرآن مونده نخوندم. من گفتم شما توی اعتکاف هستی، یعنی اعتکاف خودش عبادته، یعنی یک عبادت خیلی سختی هم هست. 10 روز شما شب و روز باید تو مسجد باشی، همه کار زندگیت باید بذاری. میگه والا خودش فهمید، گفت والا انسان هرس داره. نه، اینقدر هرس نداشته باشید. خاص میتونید الان شما بگی آقا تو اینجا اومدی ما رو بگی که کار اومدی ما رو تشویق کنی ما عمل خیر انجام بدیم، یا اومدی ما رو از عمل خیر من کنی. نه، من نمیکنم. من میگم که راش اون است که انسان با شوق انجام بده. هر کاری که با شوق باشه خوبه، با سختی باشه آدم ول میکنه. این من از این میترسم که ول کنید. برای همین حرف آخر من حدیث پیامبر است که فرمود رسول الله که ان احب الاعمال الی الله ادومها و این قل. محبوب ترین عمل پیش خدا این است که مداوم باشه ولو که کم باشه. حرف اصلی من تو این برنامه این بود
از خداوند میخوام که خیر دنیا و آخرت رو به من شما بده. همیشه پیامبر این دعا رو میکردن. در یکی از ورد ایشون بود. پرسیدن از زنهای پیامبر که ورد پیامبر چی بود؟ گفت دو تاست. از حضرت انس پرسیدن، از صحابه دیگه هم یکی میگفتن اللهم انی اسالک العافیه، یکی میفرمودن که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. از خدا میخوام که خیر آخرت و دنیا رو به من و شما بده. همه شما رو به الله بزرگ میسپارم. تا برنامه دیگر، الله حافظ و نگهدار شما.